کتاب مریام دینامیک مریام حل کنیم. من باز میکنم سوال 251 و بریم تو اینونتور. طبق روال همیشه اول باید تعریف پروژه کنیم. من یک پروژه جدید میسازم و مسیرش رو بهش معرفی میکنم. اوکی، خوبه. و در ادامه عمل کردی که داریم اینه که بریم و قطعات مورد نیازمون رو ترسیم بکنیم. خب همونطور که توضیح دادم توی کتاب مریام ما نقشه اجزا رو کامل نداریم، بنابراین ما با توجه به شناخت حدودی خودمون و یه سری اندازه و ابعاد حدودی فعلا جسممون رو ترسیم میکنیم. خب الان من یکی از قطعاتمون رو باید ترسیم بکنم و به این صورت میام در حقیقت اون ورق شیاردار رو ترسیم میکنم. ضلع روبرویمون ولی 150 هست. حالا من با یک ابعاد 350 تا شروع کنم که بشه مثلا 50 تا 50 تا. فاصله اینها رو میخوام اصلا دیگه دور کنم و مرکز تا مرکزم رو فعلا میزنم 400. فکر میکنم شده باشه. خب این میشه اون شیار ما و حتی میتونیم اینو بعدا تغییرش بدیم. اگر موردی توش دیدیم بعدا میتونیم تغییرش بدیم. در مرحله بعدی ما باید یک غلاف هم برای این بکشیم. اون غلاف رو هم ترسیم میکنم. خب و 70 تا میذاریم. طولش رو هم 700 تا میذارم و در نهایت میتونم اینها رو هم مرکز کنم دیگه. این که قشنگ‌تر بشه اندکی بیشترش میکنم. این رو هم به 400 تا. خب این طرف اما یک جایی میخوام که با 35 تا خوب میشه. خب من بعد نیست که رنگش هم تو همین مرحله عوض کنیم که با اجسام دیگه وقتی میخوایم مونتاژ کنیم برخورد نداشته باشه. خیلی خوب، فعلا خوبه. فقط ابعادمون رو باید در نظر داشته باشیم که بعدها گم نشه. خب قطعه شماره 1 رو ترسیم کردم. ببینید الان چون هدف ما حل مسئله هست، خیلی من حالا به جزئیات روش‌های ساخت و اینها دقت نمی‌کنم، صرفا دارم کارمون رو انجام میدم که بتونیم مونتاژ کنیم و مسئله رو. خیلی خوب، ما 35 میلیمتر داریم، فاصله‌اش رو تا کف 50 تا و لزوما اون رو وسط قرارش میدیم. اوکی، میتونم یه دایره دیگه اینجا داشته باشم به 45 تا و از این کانال میام ماس میکنم. از این طرف هم میتونم همین کار رو انجام بدم. اگر من این 50 تا
اون قسمتش دیگه نمیخوام و اینو میتونم الان من به اندازه 10 میلیمتر اکسترود کنم و چون نسبت به مرکز کشیدم این قابلیت رو دارم که الان بیام این اکسترودم رو نسبت به این پلین میرور کنم. خیلی ما اونجا ضخامت ورقمون رو 40 تا در نظر گرفتیم که اینجا من فکر کنم 60 تا شد. موردی نداره، هر طرفی 10 میل فاصله هست و اونم بنابراین برای اینکه این مسئله مونم حل بشود اینو با 45 تا توی قطعات دینامیکی حرکت کردن قطعات برای ما مهمه. حتما اینو باید در نظر بگیریم که جلوی حرکت رو بگیریم. ما شسته من 10 میلیمتر این طرف و 10 میلیمتر هم از طرف مقابل در نظر میگیرم که داریم میبینیم. الان این وسط فاصله ما باید قاعدتا به همون 40 رسیده باشه. یه نکته ریزی هم من بگم، اینجا ما به جای 40 میتونیم به جای 10 میلیمتر یا 9.9 هم بزنیم که حالا در ادامه دلیلشون میگم. ما میخوایم بعدها تماس اینجا نداشته باشیم. یه 0.2 رقی من گذاشتم براش. خیلی خوب، متریالمون رو آهن معمولی فعلا در نظر میگیریم. رنگ گل و آب خاصی هم اگر خاصی میتونیم بهش بدیم و اینو من ذخیره میکنم به اسم یه ریگی یک. قطعه بعدی که ما داریم ما این قطعمون رو قراره که 50 تا داخلش فاصله بذاریم و 60 تا من اینو در نظر میگیرم، 70 تا حتی مشکل پیش نمیاد. اوکی، اینو 15 میلیمتر میگیرم و 40 میلیمتری رو اینجا میگیرم، 40 تا و 60 تا. خب حالا قطعمون رو اینجا میتونیم ترسیم بکنیم. من یه چیزی فراموش کردم، اونم که ما اگر این قسمت رو بزرگتر بگیریم قطعا برای ما خیلی بهتر خواهد بود. حالا توضیح میدم چرا. من میرم توی یکی از این صفحات عمود یک شافتی رو با قطر 35 در نظر میگیرم. خب ما اینو اگر وسط بگیریم قطعا بهتره برای ما و فاصله شو هم من فعلا 25 در نظر بگیرم. خیلی ما الان این فاصله رو طبق اندازه سوال داریم 150 تا، درسته؟ خب حالا طبق شکلی که داریم میبینیم احساس میکنم که یکم بزرگی باشه و ما میتونیم یکم حالا کوچیک‌تر کنیم ابعادمون رو که شبیه‌تر بشه به خود صورت سوال.
میگم دیگه ما کارمون اینجا به این شکل رسیده که ما میایم یک ابعاد حدودی رو براش در نظر میگیریم و مطابق اون دیگه میریم جلو. حالا فقط شکل و ظاهرش مشابه باشه. خب من یه 150 تا اینجا اکسترود داشتم و برای اینکه نخوام زمان زیادی رو بذارم و به اشتباه هم بیفتم و کارمو هی دوباره تکرار نکنم، میام این وسط یعنی 150 تا تقسیم بر دو یه پلین ایجاد میکنم و میرور میکنم دیگه این اجسام رو نسبت به این پلین و خب میبینیم که الان ما اون جسمی که میخواستیم دیگه داریم. اوکی. خب من پلیت یکمون رو باز کنیم، فکر کنم بد نباشه یکم تغییراتمون رو به اینجا هم برسونیم. اینو کردیمش 40 تا و ضخامت هم فکر کنم دیگه همون 20 تا هم که باشه کفایت میکنه. اینجا هم در عوض من میتونم 40 تا داشته باشم که 20 تاش بره تو، 20 تاش از پشت با مهره میبندم و اینجا میتونم کلشو 20 تا هم در نظر بگیرم. البته که میتونم این کار رو نه. خیلی خوب، میتونم تیریدم از این سر بزنم و مقدارشم 20 بکنم و 20 هم آفست بدم. خیلی خوب، خوبه. برای اینم میندازم قبل از میرور که بتونم توی میرور این رو هم شامل بشه. خیلی خوب، فقط به منطقه ساخت این اگر ما با گام یک کنیم بزنیم یکم بهتر بشه. اینم جسممونه و متریالشون هم استیل میگیرم. فعلا برای ظاهرش هم میتونیم که رنگی فعلا در نظر بگیریم تا ببخشید. خب بریم تو مونتاژ. تازه همه چی مشخص میشه که چه قطعاتی کم داریم و اصلا چیا میخوایم بذاریم، چیکار میخوایم بکنیم بهتر. خب من اون بیارینگ یکمون رو که اول میذارم توی گرام میکنم در لحظه ورودش و خب هند یکمون رو داریم، یک بیارینگ دیگه داریم، حالا پلیتمون هم داریم. خب میتونم این رو با اینجا با 1/10 میلیمتر، چون اگه یادتون باشه ما 2/10 لقی گذاشتیم. البته اینو بگم که ما این دهنه رو بر اساس 40 میلیمتری درست کرده بودیم که الان ما دیگه کردیمش 20 میلیمتر. پس 20 میلیمتر من اینجا کوچیکترش میکنم که فضای ما جدا بشه. خیلی خوب، الان میبینیم که از اینجا تا اینجا ما 1/10 فاصله داریم. خب و با توجه به قطری که ما اینجا در نظر گرفتیم چقدر بوده؟ 90 میلیمتر و میتونم این قطعه یکم فاصله مرکز تا کفمون رو حداقل باید 45 بگیریم که میشه نصف اون. من یکم بزرگتر میگیرم که هیچ تماسی صورت نگیره و ما بتونیم حرکتش رو به خوبی مشاهده بکنیم. خب این قطعه اول ماست. من یکی دیگه از اینها رو میارم و قیدهاش رو میدم. طبیعتا این دوتا باید هم سطح باشن با هم دیگه، از این طرف هم اینها باید هم سطح باشن با هم دیگه. خوبه. و قطعه بعدی رو که همون هند یک هست میاریم. فاصله
من اینو بذارم اینجا. خیلی خوب. فاصله این دو مرکز تا مرکز رو مطابق سوال داریم 150 میلیمتره و خب الان متوجه ابعاد و اندازه بزرگمون دیگه داریم میشه. اشکال نداره. اینو میتونیم اصلاحش کنیم. خب من قیدم رو اینجا میدم فعلا تا بتونم با توجه به این قطعه رو دیزاین کنم. خب من دیگه اینجا میتونم وارد بشم و اعدادم رو اینجا میبینم. من اینو کوچیک میکنم فعلا تا در اختیار من باشه حرکتش. حالا ما اصلا میتونیم فاصله بگیریم و ابعاد رو با توجه به ابعاد واقعی که الان داریم مثلا ما چیزی که الان میبینیم فاصله ما 118 تاست کلا و پس طبیعتا باید این فاصله رو خیلی کوچیک بکنیم. من 150 تا در نظر میگیرم و طول کلیمون هم 320. فقط تنها مسئله که اینجا یکم داره آزار میده ما رو این ابعاد هست که بزرگ بودن اینها یکم جلوی حرکت ما رو میگیره. یعنی ما به خاطر گسترده بودن قطر اینا خیلی دامنه حرکتی بزرگی نداریم. من قطر اگر به 20 کنم شامل که خب دامنه حرکتش همون 150 میلیمتر هست، اما وقتی که 40 تا باشه فاصله‌ای که میگیره طبیعتا 150 میلیمتر نمیتونه حرکت بکنه دیگه، چون مرکز تا مرکزش 150 گیر میکنه با. حالا چون با این عدد رفتیم فعلا من همینو میرم جلو تا ببینیم به چه نتایجی در نهایت میرسه. خب این قطعه من علل حساب سر جاش قرار گرفته و یه نکته مهم، چون که من اینجا رو با توجه به این قطعه کشیدم الان اینها دیگه تکون نمیخورن. اینو از حالت آداپتیو میتونم خارجش بکنم و خب میبینی که الان قطعات ما حرکت میکنه. خب مورد بعدی که هست اینجا قطر ما 25 هست و قطر اینجا مثل که 40. من میتونم کوچیکترش کنم تو قطعه PL1 اینم 60ش میکنم که مناسب تر ظاهرش. خب ما الان شکل ظاهرمون درسته، گرچه که میتونیم حالا یک سری علمان هایی رو بهش اضافه بکنیم که برای کار ما دردسرساز نشه و برای مثال ما الان پشت این رو نگرفتیم به هیچ ترتیبی، میتونیم این کار رو بکنیم. اینجا رو 20 میلیمتر اضافه میکنم. حالا بریم تو با هم ببینیم. من تو همین فضای اسمبلی این کار رو میکنم که دستمون بازتر باشه و خیلی راحت بتونیم تغییراتمون رو اعمال. خب توی این قسمت من 20 میلیمتر میرم جلو که داریم میبینیمش و در این قسمت هم 20 میلیمتر میرم جلوتر و میتونم اون تریدوان اینجا بپسیم. خب ما اینجا کارمون رو به این شکل انجام میدیم و حتی میتونم این قطعه رو کلا میرورش رو هم بردارم و یک ترتیب دیگه ای براش همیشه کنم. این طرف که ما هم چیزی احتیاج ندارم. اینجا رو من میام، فقط مسئله ما مهمش اینه که
150 رو از دست ندیم. اینجا هم یک دایره رو با 35 ترسیم میکنم برای اینکه اشتباه نکرده باشم. یه بار دیگه هم اندازه میگیرم، میبینیم که آیا 150 هست یا خیر و مقدارش رو هم 50 میلیمتر میگیرم. یک دایره به قطر 20 میلیمتر هم داخلش ترسیم میکنم. حتما مهمه که این دو دایره با هم دیگه هم مرکز باشن و در انتها اینو اکسترود کنم. خب اینجوری برای ما یکم راحت تر میشه مقید کردن قطعه و واقعی تر هم هست به واقعیتی که ما میخوایم. خیلی خوب، حالا این دو تا جسم ما هستن که باید مقیدش کنم و خب سطح رو اینجا رو با روی اینجا مقید میکنم. حالا تنها چیزی که ما باید این وسط بدیم یک قید مماس هست مماس خارجی میکنم. البته که میتونیم حاصل برخورد اینها رو هم ببینیم و در نهایت جسم ما الان داره حرکت میکنه. موضوع بعدی که بازم برای اینکه حرکت ما درست تر باشه میتونیم براش بازه حرکتی مشخص بکنیم، اما ما فقط یک ترسیم حدودی مد نظرمون نیست و قراره که این رو در داینامیک سیمولیشن بیاریم و تو داینامیک سیمولیشن میتونیم این موضوع رو خیلی راحت تر ببینیم. اوکی. من این اسمبلی رو سیو میکنم، با هم دیگه میریم و توی داینامیک سیمولیشن کارمون